باید که به قدر خدمت‌های بزرگ پیشوای معظم ملت برسیم. اینکه راه ساختن، گیس ساختن، مکتب ساختن، بیمارستان ساختن، باغ ساختن، شهر ساختن. در تاجیکستان ما پیش رفت. اگر گپ همینجا ماند، اگر من در شما میگم اینجا با نبرودم گپ. مهمانا آمدن از همسایه کشور. من شب با گرفته دوشنبه با گشتم ماشین کتید. دیدم زیباگی های دیدم، آبادی های دیدم، لذت بردم. وقتی مهمانخانه رفتیم مهمانخانه دیدن، طربخانه رفتیم طربخانه های دیدن، در شهر دیدن، آدم های زیبای دیدن، در آبادی های دیدن. گفتن در حقیقت شما با گپ نیست، شما پیش رفته است، آباد شدیتون. رحمت برابر دولت که امروز چقدر پرزیدنت های همه دنیا تبریک کردن پرزیدنتی ما. همه تون این شاهد هستیتون. همه چی یک طرف. وقتی من مهمانه گفته قبرستانی لوچاک بردم، شاعران، نویسنده ها، حافظا، بزرگای ملت دیدن، گفتن که شما همه بزرگاتون در یک جا می. گفتم ها خیلی. از اون ما گفت یک تاش در مرغلان، یک تاش در تاشکند، یک تاش در قرقم. این پدراتم رحمت گفت شما در حقیقت ملت قدیمه، شما ملت زور. ما افتخار کردن ما در کار که ما خیلی ملتی بزرگیم. تاجیکستان زنده باد. جناب عالی آفتابی سر ما باشند. خدا عمرشون دراز کند. روزش بیاد که همه ما 100 سالگی جناب عالی خیلی خودشون بالای سر ما باشن و قید کنیم همه ما. خدا خواهد. انا صورتی آچه که من کشته آمده است. ای بلا تگیرم بچه. رحمت برکت یابی. رحمت اگر یک لحظه خاری زبان بینم، سخنهای روان را ناروان بینم، و دستی ناتوان بینم، دلم بر رودکی سوزد، به حال زندگی سوزد. چو بینم هم دیار خود سر و خود کام، شناسد خویش را علامه ایام، نداند مصرعه از حافظ و خیام. دلم بر رودکی سوزد، به حال زندگی سوزد. پاینده باد زبان تاجیکی.